درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل. گفتاری 55. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. فعالیت جمعیتی و ادبی عینی چنان هر طرفه و چنان وسیع است که او یک باغ به انتهای را به خاطر می آورد که این باغ هم میوه‌های گوناگون، هم گل‌های رنگارنگ و هم آثار بیشمار هنرمندی و زحمت باغبان را هر طرفه مجسم گردانیده است. میرزا توسنزاده. اساساً آسیای میانه همیشه یکی از مرکزهای بسیار مهم ادبیات فارسی بوده، بلکه پس از نابود شدن ادبیات این زبان به واسطه هجوم عرب و سوزانیدن آثار و کتاب‌های فارسی، آسیای میانه قدیمترین منبع و سرچشمه ادبیات فارسی است. می سال 1926 مسکو. ابوالقاسم لاهوتی. میرزا صادق منشی جانداری، تومن بخارا، از شعرای اولهای عصر 13، از تحفة الاحباب. زدم غوطه در خون بسانی شفق، گرفتم ز درسی شهادت سبق. تنم شد ز سر شد از تاج دور، گذشتم ز تخت و ز ملک و قصور. جدا از زن و مال و از جان شدم، دریغا که با خاک یکسان شدم. ببستم دلی خویش بر زاری پیر، بکشتم 200 تا به 300 امیر. صباحی گذشتم به طرفی چمن، چو گل لب پر از خنده با انجمن. شنیدم من از باغبانی جهان، که می گفت در خدمت گلستان. ببرند گر بیخ جست نهال، فزاید بر آن نخل باری کمال. چو بشنیدم از باغبان این سخن، به سوی حرم آمدم از چمن. نهالی که از ریشم رسته بود، به پیش قدش سرو دل خسته بود. به تیغ غضب کردم او را هلاک، به خاکش سپردم زدم روی خاک. چنین کار کردم به امید آن، که خواهد مرا ماند این خاکدان. سری سرکشم شمع سان گشت پست،
ندانستم امروز در پیش هست. زی بس مست بودم ز جام غرور، مکافات را دیدم از خویش دور. کنون این مکافاتی آن کار هاست، همین رنجم آزاری آزار خواست. مرنجان دلی خلق از بهر او، که باشد جهان دشمنی دوست رو. معلوم است که ابوالفیض خان خیلی از سران سپاه خود را سر بریده، حتی چنانچه شاعر تصویر کرده، روزی به باغ رفته باغبان را دیده که بیخ جستهای نهال را می برد. سبب پرسیده. باغبان گفته که هرگاه بیخ جستها بریده شوند، نهال نخلی بارآور خواهد شد، وگرنه یک قسم قوت را بیخ جستها گرفته در نشو و نمای درخت ضررهای کلی خواهد رسیدن. ابوالفیض خان همین نظریه را به خاندان خود تطبیق کرده، پسری بزرگش را که نسبت به خودش بیخ جست شمرده می شد، به امید نشو و نمای خود سر بریده. شاعر در ابیات آخری همین واقعه را به زبان خان می گویاند. میرزا صادق منشی چند پاره مثنویات متفرقه دارد. دخمه شاهان و سایر آثارش هیچ کدام طبع نیافته است. صوفی خواجه قاضی کلانی بخارا، وفات 1294 هجری. از تحفة الاحباب. در آن محفل که نتواند شدن بادی صبا محرم، چی سازد ناله ما را به خود آن بی وفا محرم. تنی کو را چو گل پروردم از گردشی دوران، مرا دستی طلب نامحرم و بندی قبا محرم. باری یکی از حکام به او جامه شاهی فرستاده نوشت که
به شما جامه صوفیانه روان کردیم. صوفی در جواب این فرد را نوشت: ز لطف او چی نویسم به اهل فضل و کمال، به صوفیان برساند لباس شاهی. قاضی عبدالواحد صدر سریر، تولد 1224، وفات 1303. از تحفة الاحباب. نه همین چرخ مرا سوخته یا می سوزد، هر کی گردید رسا سوخته یا می سوزد. گرمی الفتی آتشکده ناز و نیاز، بی تکلف همه را سوخته یا می سوزد. آتشی هجر همین است که من می سوزم، دل جدا دیده جدا سوخته یا می سوزد. تا تو رفتی ز دلم دود به در می آید، خانه مهر و وفا سوخته یا می سوزد. کاری آن طفلی شررخوی که آتش بازیست، کاش داند که کرا سوخته یا می سوزد. خواندم از دود خطی نقطه خالی لب یار، خیزر از آب بقا سوخته یا می سوزد. شمع آسا شود در شعله بیان کلک سریر، مضطر و حاذق ادا سوخته یا می سوزد. عکس رویت کرده گلشن دستگاه آینه را، هم بر این دعوا برم پیشت گواه آینه را. غیر استقبال نازت نیست سامانی غرور، اندکی در جلوه آ بشکن کلاه آینه را. سعی ما در صافی دل نیست بی تمهید نفع، حسن دارد التفات گاه گاه آینه را. در تذکیره صدر ضیا به جای مصرع اولی این بیت این مصرع است: جلوه منظور است گر ما ساده لوح افتاده ایم. سعی ما در صافی دل نیست بی تمهید نفع، حسن دارد التفات گاه گاه آینه را. گر کنم با جلوه طاقت گدازت روبرو، می شود جوهر زبانی عذرخواه آینه را.
بر خسوفی مه سبب جز دوری خورشید نیست. بی رخت افتاد بس روزی سیاه آیینه را. در تذکیره صدر ضیا به جای مصرع ثانی این بیت این مصرع است: بر سر افتد بی رخت روزی سیاه آیینه را. بر خسوفی مه سبب جز دوری خورشید نیست. بی رخت افتاد بس روزی سیاه آیینه را. یک قلم مضمون نیرنگی خطت فهمیدنی است. کرده اینجا جوهرآبی زیری کاه آیینه را. طبع غمازان همان در زیر کلفت بهتر است. زنگ شد در عیب جویی سد راه آیینه را. نیست جنسی خودپسندی بابی اربابی کمال. یوسفی دارم که داند قعر چاه آیینه را. بجای اربابی کمال اقلیم کمال است. زنگ شد در عیب جویی سد راه آیینه را. نیست جنسی خودپسندی بابی اربابی کمال. یوسفی دارم که داند قعر چاه آیینه را. بجای اربابی کمال اقلیمی کمال است. نیست جنسی خودپسندی بابی اربابی کمال. یوسفی دارم که داند قعر چاه آیینه را. جلوه مشتاق است حسنی او چی سازد پس سریر. ور نمی کردم سیاه از دود آه آیینه را. بجای این مصرع این است: جلوه در کار دارد حسن حیرانم سریر. جلوه مشتاق است حسنی او چی سازد پس سریر. ور نمی کردم سیاه از دود آه آیینه را. به این وحشت مزاجی ها که دارد ترک شوخی من. گرفته اینقدر آرام در آغوش زین تحسین. منی رزم آشنا حیرانم از موی میانی او. که با این ناتوانی می کشد باری سرین تحسین. سریری خامه‌ام گاهی که معنی آفرین گردد. نخیزد گر ز طبعی اهل معنی آفرین تحسین. فردها داغم که داغ عشق تو ظاهر شود به خلق.
از لاله‌ای که بر سری خاکم شکفتنیست. شبی هجرت به حق روزی وصال، همچو زلفت دراز و دلگیر است. در تضمین زی سازی سجده بر خاکی دری دوست، غرض نقشی است کز ما باز ماند. از تذکیره افضل. ز دیده اشک برای تو بی حساب چکید، حساب نیست چرا خون نرفت و آب چکید. مگو ز دیده من در غم تو آب چکید، کباب شد دل و اشک از رخی کباب چکید. وطنی مألوف سریر بلخ است. برای تحصیل علم به بخارا آمده، در اینجا کسبی کمال کرده و نشو و نما یافته است. در باب حل مسائل علوم رسمی از ممتازان زمان خود بوده، در فلسفه خوضی بلیغ نمود، در تصوف علما و عملا کوشیده، ریاضت‌های شاقه کشیده است. در ورع و پرهیزگاری به درجه‌ای بوده که در ظرف 50 سال قاضیگی در باب خدمت‌های خصوصی خود امداد و یارمندی شخصی را و خدمتگاری را قبول نکرده است. در آوان شوکت و حشمت که از دری خانه‌اش دائمی 20-25 نفر نان می‌خوردند، کسی روایت نکرده است که آب طهارتش را از خدمتگار آماده کننده باشد. در نظم چنان که دیدیم صاحب اقتدار است، در نثر نیز بلاغتش آشکار است. مکتوبات و منشآت سریر بسیار است. از جمله یک مکتوبی را که به ملا کداری عامل خراج برای تخفیف حصة الخراج ملا عبدالصمد نام تصویب شده است، نمونه گویان نقل می کنیم.
گرچی رفت از یادتان یادی دلی غمگینی ما گرچی رفت از یادتان یادی دلی шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 55-ро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.